داستان سومین کرانه رود، نوشته ژواو خوئی مارائس روسا، ترجمه مراد فرهادپور. پدرم مردی وظیفه شناس، منظم و رک و راست بود و بنا به گفته اشخاص معتمد بسیاری که از آنان تحقیق کردم، از نوجوانی یا حتی از کودکی این صفات را دارا بود. تا آنجا که خود به یاد می آوردم، او نسبت به دیگر مردانی که می شناختیم نه شوختر بود و نه ملولتر. شاید کمی آرامتر بود. فرمان روای خانه مادر بود، نه پدر. مادر هر روز ما را، خواهرم، برادرم و مرا سرزنش می کرد. از غذا روزی پدرم زورقی سفارش داد. او در این مورد بسیار جدی بود. قرار بود زورق مخصوص او و از چوب عقاقیا ساخته شود. میبایست آنقدر مقاوم باشد که برای 20 یا 30 سال دوام آورد و درست به اندازه یک سرنشین جا داشته باشد. مادر در این باره چه غرها که نزد. آیا قرار بود شوهرش به یک بار ماهیگیر از آب درآید یا شکارچی؟ پدر هیچ نگفت. خانه ما با رودخانه کمتر از 1 مایل فاصله داشت. رودخانه در آن حوالی عمیق، آرام و چنان فراخ بود که آن طرفش دیده نمیشد. هرگز نمیتوانم روزی که آن زورق پارویی را تحویل گرفتیم فراموش کنم. پدر هیچ نوع شادی یا احساس دیگری ابراز نکرد. او فقط مثل همیشه کلاهش را بر سر گذاشت و با ما خداحافظی کرد. هیچ غذایی یا هیچ گونه بسته‌ای همراه نبرد. انتظار داشتیم مادر عصبانی شود و داد و بیداد راه بیاندازد، ولی او چنین نکرد. رنگش پریده بود و لبش را گاز میگرفت، اما فقط گفت اگر میروی همانجا بمان، دیگر هرگز برنگرد. پدر پاسخی نداد. با ملایمت به من نگریست و اشاره کرد همراه او قدم بزنم. از خشم مادر میترسیدم، اما مشتاقانه اطاعت کردم. با یکدیگر به سوی رودخانه راه افتادیم. آنچنان احساس شجاعت و شعف میکردم که گفتم پدر، مرا در قایقت همراه خود میبری؟ فقط به من نگاه کرد، تبرکم کرد و با اشاره‌ای به من گفت به خانه باز گردم. ادای رفتن را درآوردم، ولی تا به پشت چرخید پشت بوته قایم شدم تا مراقبش باشم. پدر سوار زورق شد و پاروزنان دور شد. سایه زورق دراز و آرام چون تمساحی بر سطح آب لغزید. پدر باز نگشت، ولی در واقع به جایی هم نرفت. او فقط پارو میزد و آنجا در عرض رودخانه و همان حوالی شناور بود. همه مردم وحشت کردند. آنچه هرگز رخ نداده بود، آنچه وقوعش ممکن نبود، داشت اتفاق می افتاد. خویشاوندان، همسایگان و دوستان همگی نزد ما آمدند تا این قضیه را مورد بحث قرار دهند. مادر شرمنده بود، کم حرف میزد و رفتارش بسیار آرام و باوقار بود. در نتیجه این وضع همه خیال میکردند پدر دیوانه شده، هرچند این را بر زبان نمی آوردند. اما چند نفر هم این فکر را مطرح کردند که شاید پدر دارد نظرش را به خداوند یا یکی از مقدسین ادا می‌کند و یا ممکن است به بیماری هولناکی مثلا جذام مبتلا شده و فقط به خاطر ما خانه را ترک کرده و در این حال میل دارد تا حد ممکن نزدیک ما بماند. کسانی که در طول رودخانه سفر می‌کردند و مردمان ساکن در کرانه‌های هر دو سوی رود می‌گفتند پدر نه در روز و نه در شب هرگز پا به خشکی نگذارد. او فقط روی رودخانه به اطراف حرکت می‌کرد، تنها و بی هدف، همچون آواره‌ای رها شده و بی‌کس. مادر و قوم و خویش‌هایمان در این نکته متفق القول بودند که غذایی که او بیشک در زورق پنهان کرده بود خیلی زود تمام می‌شود و آنگاه او به اجبار یا رودخانه را ترک کرده به جای دیگری سفر می‌کند که لااقل کمی محترمانه تر است و یا توبه می کند و به خانه باز می گردد. آنها چقدر از حقیقت دور بودند. پدر یک منبع آذوقه مخفی داشت. من هر روز غذا می دزدیدم و برایش می بردم. شب اول پس از رفتنش ما همگی در ساحل آتش روشن کردیم و او را صدا زدیم و طلبیدیم. من عمیقا ناراحت بودم و حس می کردم باید کاری بیش از این بکنم. روز بعد با 1 نان ذرت، 1 خوشه موز و چند حبه نبات لب رودخانه رفتم. برای ساعتی بسیار طولانی صبورانه انتظار کشیدم. آنگاه در دوردست زورق را دیدم که تنها و کوچک به صورتی تقریبا نامحسوس بر سطح صاف رود سر می‌خورد. پدر کف زورق نشسته بود. مرا دید ولی به طرفم پارو نزد و هیچ اشاره‌ای هم نکرد. شب اول پس از رفتنش ما همگی در ساحل آتش روشن کردیم و او را صدا زدیم و طلبیدیم. من عمیقا ناراحت بودم و حس می‌کردم باید کاری بیش از این بکنم. روز بعد با 1 نان ذرت، 1 خوشه موز و چند حبه نبات لب رودخانه رفتم. برای ساعتی بسیار طولانی صبورانه انتظار کشیدم. آنگاه در دوردست زورق را دیدم که تنها و کوچک به صورتی تقریبا نامحسوس بر سطح صاف رود سر می‌خورد. پدر کف زورق نشسته بود.
مرا دید ولی به طرفم پارو نزد و هیچ اشاره‌ای هم نکرد. غذا را به او نشان دادم و سپس آن را در حفره صخره‌ای لب آب گذاشتم. در آنجا از دستبرد جانوران، باران و شبنم در امان بود. این کار را دوباره روز پس از روز انجام دادم. بعدها در کمال تعجب فهمیدم مادر از کارم خبر داشت و مخصوصاً مقداری غذا در جاهایی می‌گذاشت که دزدیدنش برایم آسان باشد. مادر دنبال برادرش فرستاد تا بیاید و در کار مزرعه و امور تجاری کمک کند. معلم مدرسه را خبر کرد تا به ما بچه‌ها به جبران وقتی که از دست داده بودیم در خانه درس بدهد. روزی کشیش به تقاضای او ردای رسمیش را تن کرد، به ساحل رفت و کوشید تا اجنه و شیاطینی را که در پدرم حلول کرده بودند فراری دهد. او داد زد که پدر موظف است به لجاجت کفرآمیز خود خاتمه دهد. روز دیگر مادر با 2 سرباز قرار گذاشت که بیایند و سعی کنند او را بترسانند. همه اینها بی ثمر بود. پدرم در فاصله دور حرکت می‌کرد. گاهی اوقات آنقدر دور می‌شد که به سختی دیده می‌شد. هرگز به هیچ کس پاسخ نداد. هیچ کسی هم نتوانست نزدیکش شود. هنگامی که چند خبرنگار سوار بر لنجی سر رسیدند و خواستند عکسش را بگیرند، پدر زورقش را به آن سوی رودخانه و داخل مرداب‌هایی راند که خود آنها را مثل کف دست می شناخت، ولی دیگران خیلی زود در آنها گم می شدند. آنجا در هزار توی خصوصیش که با تاق نباتی انبوه و حصارهای خیزران در همه سو تا فرسنگ‌ها امتداد داشت، در امان بود. باید به این فکر که پدر آنجا روی رودخانه است خو می گرفتیم. باید چنین می‌کردیم، اما نمی‌توانستیم. هرگز نمی‌توانستیم. فکر می‌کنم من تنها کسی بودم که تا حدی می‌فهمید پدرمان چه می‌خواست و چه نمی‌خواست. آنچه اصلاً نمی‌فهمیدم این بود که سختی و مشقت آن وضع را چگونه تحمل می‌کرد. روز و شب در آفتاب و باران، در گرما و در سرماهای دهشتناک نیمه سال، با کلاه قدیمیش بر سر و اندک لباسی دیگر، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال، بی توجه به برهوت و خلایی که زندگیش در آن به تدریج از دست می‌رفت، هرگز به خشکی یا چمنزار، به جزیره یا ساحل اصلی قدم نگذاشت. بیشک یکگاه در مکانی مخفی، شاید در دماغه جزیره زورق را می‌بست تا کمی بخوابد. هرگز نه آتشی روشن کرد و نه حتی کبریتی کشید. چرا قوه‌ای هم نداشت. فقط مقدار کمی از غذایی را که در حفره سنگی می‌گذاشتم برمی‌داشت که در نظر من برای بقا هم کافی نبود. وضع جسمانیش چه می‌توانست باشد؟ نیاز دائمیش به صرف انرژی چی؟ جلو و عقب بردن پاروها برای کنترل زورق. از طغیان‌های سالانه چگونه جان به در می‌برد؟ وقتی آب رودخانه بالا می‌آمد و همه جور اشیاء خطرناک را با خود می‌برد، چیزهایی نظیر تنه درختان و جسد جانوران که ممکن بود ناگهان به قایق کوچک او اصابت کنند. هرگز با هیچ زنده‌ای سخن نگفت. ما هم هرگز درباره او حرف نمی‌زدیم. فقط فکر می‌کردیم. نه، هرگز نمی‌توانستیم پدر را از ذهن خود خارج کنیم. اگر برای زمانی کوتاه به نظر می‌رسید که چنین کرده ایم، این فقط به خواب سبکی می‌مانست که با یادآوری و درک وضعیت هولناکش ناگهان از سرمان می‌پرید. خواهرم ازدواج کرد، ولی مادر با جشن عروسی مخالفت کرد. چون این جشنی فقط می‌توانست ماجرایی غم‌انگیز باشد، زیرا ما هر زمان که غذای خوشمزه می‌خوردیم به یاد او می‌افتادیم. درست همانطور که در شب‌های سرد و طوفان در رخت خواب‌های گرم و نرممان به او فکر می‌کردیم که آنجا تنها و بی‌حفاظ فقط با کمک دستانش و یک پوست نارگیل تلاش می‌کرد آب زورق را خالی کند. هر از گاهی شخصی اظهار می‌داشت که من روز به روز بیشتر شبیه پدرم می‌شوم، اما من می‌دانستم که تا آن موقع حتماً موها و ریش او زبر و خشن و ناخن‌هایش هم بلند شده است. در خیال خود او را چنین تصور می‌کردم: لاغر و مریض، سراپا سایه از مو و آفتاب سوختگی و علی‌رغم لباسایی که گهگاه برایش می‌گذاشتم تقریباً برهنه. به نظر نمی‌رسید اصلاً به ما توجهی داشته باشد، اما من نسبت به او احساس محبت و احترام داشتم. هرگاه از من به خاطر کار خوبی که کرده بودم تمجید می‌شد، می‌گفتم پدرم اینطور یادم داده. این حرف دقیقاً درست نبود، ولی به هر حال دروغی حقیقت گو بود. همانطور که گفتم پدر ظاهراً توجهی به ما نداشت، ولی در این صورت چرا در آن حوالی ماند؟ چرا به پایین یا بالادست رود نرفت، به دور از احتمال دیده شدن یا دیدن ما؟ فقط خود او پاسخ این سوال را می‌دانست. خواهرم نوزاد پسری به دنیا آورد. اصرار داشت نوه پدر را به او نشان دهد. یک روز زیبا همگی به لب آب رفتیم. خواهرم لباس سپید عروسیش را به تن داشت و بچه را سر دست گرفته بود. شوهرش چتری آفتابی را بر سرشان گرفته بود. با صدای بلند پدر را صدا زدیم و صبر کردیم. پیدایش نشد. خواهرم گریه کرد. همگی در آغوش هم گریستیم. خواهرم و شوهرش به جایی دور نقل مکان کردند. برادرم رفت تا در شهر زندگی کند. زمان عوض شد. با همان تندی نامحسوس همیشگیش. سرانجام مادر هم چمدانش را بست.
او که دیگر پیر شده بود رفت تا با دخترش زندگی کند. فقط من ماندم، یک پس مانده. هرگز نمیتوانستم به ازدواج فکر کنم. فقط در آنجا ماندم با بار و بندیل دست و پاگیر زندگیم. پدر سرگردان و تنها و بیکس روی رود به من نیاز داشت. میدانستم به من نیاز دارد، هرچند هیچگاه حتی به من نگفت چرا چنین میکند. وقتی این سوال را مصرانه و رک و راست از مردم میپرسیدم، آنچه در پاسخ میگفتند این بود که شنیدند پدر مسئله را به مردی که زورق را ساخت توضیح داده. اما مرد اکنون مرده بود و هیچ کس در این باره چیزی نمیدانست و به یاد نداشت. تنها هرگاه بارانهای موسمی مشخصاً حاد و طولانی میشد، این حکایت احمقانه رواج می‌یافت که پدرم هم چون نوح پیغمبر مردی خردمند بود و با پیشبینی طوفان جدید زورق را سفارش داد. به صورتی مبهم یادم میآید مردم چنین میگفتند. در هر حال من پدرم را برای آنچه میکرد محکوم نمیکردم. تنها چیزهای غم انگیز برای گفتن دارم. چه خطایی از من سر زده بود؟ گناه بزرگم چه بود؟ پدرم همیشه غایب و غیبتش همیشه با من و رود هماره رود، دائما در حال تجدید خود. رود هماره. کم کمک از کهولت سن که در آن زندگی فقط نوعی درنگ کردن است رنج می بردم. حملات بیماری و اضطراب آزارم می داد. به روماتیسم سمجی دچار شدم و او چرا چنین می کرد؟ حتما رنج بسیاری می کشید. خیلی پیر بود. با این ضعف ممکن است نتواند از واژگون شدن زورق جلوگیری کند یا آن را به جریان رودخانه بسپارد تا آنقدر پیش برود که سرانجام از فراز آبشار به درون غوغای کفالود پایین سقوط کند. این فکر قلبم را می‌فشرد. او آنجا بود و من برای همیشه از آرامش خیش محروم بودم. گناه چیزی که نمیدانم چیست به گردنم است و دردم زخمی است سرباز در درونم. شاید میشد بدانم اگر وضع طور دیگری بود. رفته رفته فهمیدم اشکال از کجاست. اعتراف کن، آیا دیوانه شده بودم؟ نه، در خانه ما این کلمه هرگز گفته نشد. در تمام آن سالها هرگز. هیچ یک دیگری را دیوانه نمیخواند، چون هیچ کس دیوانه نیست. یا شاید همه هستند. کاری نکردم جز رفتن به دانجا و تکان دادن یک دستمال تا شاید احتمال اینکه مرا ببیند بیشتر شود. اراده‌ام کاملا تحت فرمانم بود. صبر کردم. سرانجام در دوردست نمایان شد. آنجا و سپس آنجا هیکلی مبهم نشسته در پس زورق. چند بار صدایش زدم و آنچه را چنین مشتاق گفتنش بود، مشتاق بیانش به صورت رسمی و یا سوگند بر زبان آوردم. تا آنجا که می توانستم با صدای بلند گفتم: پدر، به اندازه کافی آن بیرون بوده ای. تو دیگر پیری، برگرد. دیگر مجبور نیستی این کار را بکنی. برگرد. من به جای تو خواهم رفت. اگر بخواهی همینک، هر وقت سوار زورق خواهم شد. جای تو را خواهم گرفت. و هنگامی که این را گفتم قلبم محکم‌تر می‌زد. سخنم را شنید، برخاست، پاروهایش را به دست گرفت و زورق را به سوی من هدایت کرد. پیشنهاد مرا پذیرفته بود. ناگهان در عمق وجود خیش لرزیدم، زیرا او دستش را بلند کرده بود و تکان میداد. نخستین بار پس از این همه سال و من نمیتوانستم. وحشت زده با موهای راست شده دویدم. دیوانه‌وار فرار کردم، چون به نظر می آمد از دنیای دیگر می آید و من ملتمسانه بخشش می طلبم. ملتمسانه برودت هولناکی را که از دهشت برمیخیزد تجربه کردم و بیمار شدم. پس از آن هیچ کس دیگر نه او را دید و نه خبری از او شنید. پس از چنین شکستی آیا من هم انسانم؟ من آن چیزی هم که هرگز نباید می بود. من آنم که باید خاموش می ماند. میدانم دیگر بسیار دیر شده. باید در صحراها و دشت‌های بی‌نام و نشان زندگیم باقی بمانم و گمان می‌کنم خودم داستان را کوتاه خواهم کرد. اما وقتی مرگ فرا رسد می‌خواهم مرا بردارند و در زورقی کوچک در این آب هماره جاری میان کرانه‌های طولانی بگذارند و من به پایین رود، گم شده در رود، درون رود